سلام دوستای عزیز، این هم از مراحل آیق‌کاری گرما سرمایی ما که داخل تمام دیواره های کانکس پر میشه به این صورت. اون آیق‌های نانو مولتیزون نیست که دو سه لول پایین تره، اما کیفیت خوبی داره. خب ما نسبت به زاویه داخل، نسبت به اندازه داخل برش میزنیم و به این صورت که میبینید، حالا به صورت دستی، بعضی ها از دوستان با دستگاه برش میدن که حالا کار یه مقدار زمان بیشتری میره، برای که ما حالا زمان کمتری استفاده کنیم به صورت دستی انجام میدیم و کل دیوارهای کانکس رو سعی میکنیم با این آیق‌ها پر کنیم که تو گرما و سرما مشکلی پیش نیاد و صدای محیط هم تاثیر داره، هم کمتر وارد میشه هم کمتر بیرون خارج میشه و مراحل رو به این صورت که میبینید انجام داده میشه. دوستای عزیز، اون زنگوله کوچیک رو بزنید، ما رو حمایت کنید. سعی میکنم تمام ویدیوها و ریزکاری های کارامون رو حتما براتون بذارم، به امید تمام ویدیوهای خوب و با کیفیت که بتونید از دونه دونهشون استفاده کنید. مرسی که با ما بودید و همینطور که میبینید مراحل کامل شده شو براتون بود.